به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. یه ضرب المثل هست که میگه کمال همنشین در من اثر کرد. این ضرب المثل برگرفته از شعر زیبای سعدی است. دوست خوب همانند گلی است که میتواند وجود گلی انسان را معطر و خوشبو سازد. منظور از کمال برتری و ارزش یافتن انسان است که بر اثر نشست و برخاست با دوستان خوب صورت میگیرد. حکایت همنشین خوب حکایت عطار است که اگر از عطرش به تو ندهد بوی خوب آن به مشامت میرسد و حکایت همنشین بد مانند آهنگر است که اگر لباست را نسوزاند بوی بد آن مشامت را میآزارد. محمد تقی بهار که ملقب به ملک الشعرای بهار است در این شعر زیبا تأثیر همنشین خوب را بیان کرده است. شبی در محفلی با آه و سوزی شنیدستم که مرد پاره دوزی چنین میگفت با پیر عجوزی گلی خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی به دستم گرفتم آن گل و کردم خمیری نرم و نیکو چون حریری معطر بود و خوب و دلپذیری بدو گفتم که مشکی یا عبیری که از بوی دلاویز تو مستم همه گلهای عالم آزمودم ندیدم چون تو با عبرت نمودم چو گل بشنید این گفت و شنودم بگفتا من گلی ناچیز بودم ولیکن مدتی با قل نشستم قل اندر زیر پا گسترده پر کرد مرا با همنشینی مفتخر کرد چو عمرم مدتی با قل گذر کرد کمال همنشین در من اثر کرد وگرنه من همان خاکم که هستم.